درود به دوست عزیزم که دوباره سر زدی به کانالم. امروز میخوام یه پلاگین خیلی خوب رو بهت معرفی بکنم. این پلاگین رو حتما دانلود بکن و برای میکس و مستر استفاده بکن. یکی از معروف ترین کمپرسورهای کمپانی UAD. حالا اگه بری تو اینترنت سرچ بکنی میبینی که UAD یکی از بزرگترین کمپانیایی که داره سخت افزار و نرم افزار تولید میکنه. تا به حالم VST ها و سینتیسایزرها و ایناش هیچ کدوم کرک نشده. خیلی کمپانی خفنیه. پیشنهاد میکنم حتما به لینکی که الان بهت آموزش کوتاهش رو میدم بری دانلودش بکنی و توی پروژات ازش استفاده بکنی. حتما هم به دوستات بگو. خیلی خفنه، مدتش هم محدوده. نهایت فکر میکنم 10 روز 15 روز زمان داری از زمانی که این ویدیو آپلود میشه. بریم با هم دیگه ببینیم چجوری دانلودش میشه کرد. خب ببین رفیق، کمپانی UAD یکی از بهترین ها هست. اینو منم نمیگم، خیلی از صدا بردارا، مهندسای صدا میگن که این کمپانی دقیق ترین، بهترین پلاگین ها و سخت افزارهای دنیا، میکسرهای دنیا رو تولید میکنه و خیلی هم گرونه تجهیزات سخت افزاریش. اینو حتما برو در واقعش تحقیق بکن. امروز من دیدم یکی از کمپرسورهای فوق العاده خوبش اومده رایگان کرده به مدت محدود، تقریبا 15 روز زمان داریم، که یکی از بهترین ها هست. 1176 که یک FET کمپرسور حساب میشه، Field Effect Transistors هست، رو اومده رایگان کرده. یه چیزی که فکر میکنم حداقل $100 قیمتشه. اینا حتما به نکاتی که الان من بهت میگم رعایت بکن، این کارا رو انجام بده که بتونی اینو نصبش بکنی. خب خیلی راحت، شما میای پایین اینجا نوشته دانلود ناو، تا 28 فوریه هم زمان داری. امروز بچه‌ها امروز 14 فوریه است، یعنی 14 روز زمان داریم. خب اینجا میای ایمیلی که میخوای رو میدی. اگر از قبل رجیستر کرده باشی توی سایتش که خب مثل من ایمیل رو اینجا وارد میکنی و میزنی get my plugin. من این پلاگین رو میخوام. اینی که زدی یه مقدار طول میکشه، میره یه جایی که پسورد داشته باشه. اگر یوزرنیم پسورد نداری یه دونه میسازی توی سایت دیگه. اینا من دیگه واقعا زشته که من میخوام یاد بدم که چطوری مثلا توی سایت ها ایمیل بسازید، یوزر بسازید. اینو حتما این کار انجام بده. لاگین رو که بزنی میری توی اصطلاحاً جایی که ازت میخواد که اصطلاحاً یه برنامه هست به نام UA Connect. من اینو خب هم روی ویندوزم و هم روی مکم نصب کردم. این برنامه رو که نصب کردی از این دوتا لینک استفاده میکنی، برنامه رو نصب میکنی، بعد میای توی برنامه که الان من بهت میگم بازش میکنی و با همون یوزرنیم پسورد وارد میشی و خیلی راحت اون رو استفاده میکنی. الان با هم دیگه ببینیم. خب ببین، حتما این نکته رو رعایت بکن. با VPN باید بری، VPN رو اجرا بکن. بعد همینجوری که تصویر میبینی اینجا ما الان وارد اون ایمیلم شدم با اکانتی که ساختم. این کمپانی تا الان اینا رو رایگان کرده و من اومدم دقیقاً اینجایی که نوشته 1176 FET که گفتم یه کمپرسور Field Effect Transistors هست و برای ضبط همه جور صدا میشه استفاده کرد و خیلی چیز خفنیه و میشه گفت که تقریباً دقیق ترین شبیه سازی که تا الان و سیمولیتی که در رابطه با این کمپرسور، باز کمپرسور خود واقعیش هست، رو این کمپانی UAD کرده. به خاطر اینکه خود این کمپرسور 1176 برای خود کمپانی UAD هست. خب قطعا هم شبیه سازیشو به نحو احسن انجام داده. اینجا جلوش نوشته ریدیم رو میزنی، بعد زده که اکتیو لایسنس رو میزنی و بعد زده دانلود میزنی، نصب میشه. این چیزایی هم که میبینی من از قبل گرفتم. به طور مثال یه دونه آموزش هم گذاشته بودم بالا لینکشو، یه مدت زمان کوتاه اومد یکی از بهترینای خودشو که LA2A که اینم خیلی کمپرسور معروفی هست رو اونم رایگان کرده بود. اینا خبرهای خیلی خوبیه چون این کمپانی پلاگیناش هیچ کدوم کرک نشده. اینو در جریان باش. رو همین حسابه که این فرصت از دست نده، این پلاگین رو دانلود و نصب بکن و اگر به مشکلی برخوردی کامنت بذار، من سعی می‌کنم تو اولین فرصت بهت جواب بدم. بریم توی نرم افزار استودیو وان، به خاطر اینکه آموزش دوره کاملش رو تو لینک بالا میتونی بری ببینی. بریم باز بکنیم ببینیم کمپرسور چجوریه، یه صدا هم بعدش بگیریم. خب رفیق گلم، ببین اینجا من تو قسمت لوپ ها رفتم، یه لوپ قسمت راک درامز پیدا کردم و انداختم توی این قسمت. خب این یه لوپه خیلی ساده است. بعد میخوام این
کمپرسور رو با هم بیاریم باز بکنیم. زیر مجموعه یونیورسال اودیو همینجوری که می‌بینید نمیشه یونیورسال اودیو اینجا میگیرم و این کمپرسور فوق العاده رو درگ میکنم تو قسمت اینسرت. وقتی لود شد من اولین کاری که میکنم یه تامنیز ازش میگیرم که این قسمت سمت راست توی قسمت افکت هم بیاره و من نشون بده. تو این سه نقطه هم کلیک بکنی میتونی ابعادش رو مشخص بکنی. آموزش هایی که تو قسمت داکیومنتش یه فایل پی دی اف داره میتونی ببینی. پریست هایی که اینجا داره، چون خیلی این کمپرسور برای درامز استفاده میشه، اولین گزینه‌اش رو درامز گذاشته و برای وکال به عنوان لیمیتر، کیز، گیتار و گیتار بیس و اینا میتونی ازش استفاده بکنی. خب یه تست هم بگیریم ببینیم صداش چجوریه. دقت بکن من سیگنال زیاد میکنم، داره کمپرسور بیشتر انجام میده، فشار رو بیشتر میکنم یا فرض کن که میتونم یه مقدار فشار رو کمتر بکنم. ببین اینجا آتپوت نسبت به فشاری که ما داریم میاریم متغیر میشه، مقدار ریشیو، مقدار اصطلاحاً فشاری که کمپرسور میخواد سیگنال رو بکشه پایین و این نکاتی که حالا خودش نیاز به برنامه جدا داره. اینا حتما فعلا برو سریع دانلودش بکن تا فرصت هست و بعداً قطعاً یه برنامه برای کمپرسور خواهم ساخت. اینا حتما به دوستت معرفی بکن. یاد نره کانال سابسکرایب بکنی، لایک بکنی، کامنت بذاری. فعلا تا برنامه بعد.